وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. پروردگارا، ما را از رحمت ناامید مگردان و در آن لحظه های اخیر که امید از حیات کنده می شود، گوش جان ما را به شنیدن ندای ملکوتی الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون مشرف گردان. آمین. خدایا، فرزندان ما را از پیروی قرآن و اسلام جدا مگردان. خدایا، برای مادران ما و خواهران عزیز ما حیا و عفت و پاکیزگی عطا فرما. خدایا، از راههای بی حیایی و از راههای بی عفتی خواهرای عزیز ما و دخترای ما را نگه دار. آمین. آمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله والنبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا فاغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظیم. این آیه که تلاوت کردیم از سوره مبارکه تحریم است و در این آیه پروردگار بندگان خدا امری به توبه کردن و فرمانی به بازگشت کردن به سوی خود داده ایستاده. ای کسانی که ایمان آورده و ای کسانی که به روز قیامت باور دارید، توبوا الی الله، بازگشت کنید به سوی خدا. تا امروز، تا 60 و 70 تا 50 و 40 شاید عمر خود در غفلت گذرانیدید از روی نادانی، از روی پیروی نفس شیطان. امروز که این ندای الهی را شنیدید، بازگشت کنید. معنای توبه عزیزان من بازگشت کردن به سوی خدا. وقتی که بنده از گناه خود پشیمانی کرد، از رفتاری
نابجای خود پشیمانی کرد، به دل خود افسوس خورد که چرا من چنان کردم، چرا من عمر زیبای خود، عمر قیمت خود در بیهودگی و بد اخلاقی صرف کردم. خدایا این چه کاری بود که من کردم؟ وقتی که دل یک درد پیدا شود، وقتی که در دل یک پشیمانی پیدا شود، وقتی که در دل یک خوف، یک ترس از عذاب خدا پیدا شود، این توبه بگوید. توبوا الی الله، بازگشت کنید به سوی خدا. لیکن عزیزان من، چطور بازگشت؟ بازگشتی فقط زبانی؟ نه. خدا میگه توبه نصوحا، توبه باشد که خالصانه باشد، توبه باشد که در وی ریا نباشد، توبه باشد که برای نشان دادن آدمان نباشد، توبه از صدق دل، توبه که بعد از او تا از حد ضرور نشود، تا فرفتی شیطان نشوی دیگر گناه نمی روی. این تو توبه باید باشد. این توبه نصوح میگه. معنای نصوح خالصا لله، لا ریاء ولا سمعه، نه برای نشان دادن، نه برای شنواندن. این توبه نصوح میگه. از همین سبب توبه کردن این فرض است برای هر یک بنده مومن. خدا در قرآن عظیم الشان در سوره نور هم که پروردگار آیه را به همین تمام میکند، میفرماید و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. ای مؤمنا، ای بندگانی با ایمان، بازگشتی به سوی خدا کنه، از گناههای خود توبه کنه، پشیمانی کنه، البته خدا شما را رحم کنه. خب عزیزان من، توبه کردن از گناه وقتی که فرض باشد، وقتی که هر یک بنده مومن توبه میکند، آیا قبول توبه بر پروردگار هم واجب است؟ یعنی وقتی که ما توبه میکنیم از صدق، آیا واجب است که پروردگار حتما باید توبه ما را قبول کند؟ البته نه. چرا پروردگار خدایی است که به هیچ چیز بر او واجب نیست. او خدای بی نیاز است. او خدایی است که همه بندگان خود چه از اول تا آخر به دوزخ درآوردند، به او زیانی نمیرسد. اما پروردگار خودش در کلام عظیم الشأنش وعده داده است. البته وعده خدا راست است، خلاف نمی شود. او خود گفته است که من توبه بندگانم را قبول میکنم. بنابر ما امیدوار هستیم که خدا توبه را قبول کنه. و هو الذی یقبل التوبه عن عباده، و اوست خدایی که قبول میکند توبه را از بندگانش. خودش در قرآن گفته ایستاده است. و یعفو عن السیئات، و اوست خدایی که گناههای بنده را میگذرد. چقدر گناه کند بنده، چقدر افلاسی داشت، اما وقتی که به خود آمد، وقتی که پشیمان شد، وقتی که از صدق بازگشتی به خدا کرد، خدا او را قبول میکند، او را میگذرد. و یعفو عن السیئات و یعلم ما یفعلون، و او میداند هر کاری که بندگان میکنند. از همین سبب باید اکثری مفسرین کرام میگویند که پروردگار دو واجب نیست چیزه، اما وقتی که خود وعده کرد که توبه بنده را قبول میکنم، او قبول میکنه. بنابر اکثر مفسران به این مایل هستند. توبه را فقط خدا قبول میکند. غیر از پروردگار کسی حق توبه قبول کردن ندارد، نه پیغمبر، نه اولیاها، نه علماها، نه ایشانها. زیرا که قبول توبه را پروردگار در آیه مبارکی سوره توبه حصر به خودش کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما یقبل ان الله هو یقبل التوبه عن عباده.
ان الله هو یقبل التوبه عن عباده، فقط او قبول میکنه توبه را از بندگان. وقتی که اینجا هو پروردگار ضمیری فصل کتی تاکید کرد، این معنای حصر داره که غیر او دیگر کسی واسطه شده نمیتواند. حتی پیغمبرم توبه قبول کردن به حق ندارد. از مثل با وقتی که ثعلبه پشیمان شد، زکاتاش بعد از نزول آیه سوره براءت آورد، پیغمبر خدا دیگه قبول نکردن. کدا وحی که این در باب زکات من به شما بیان کرده بودم. از این سبب باید بنده مومن فقط به سوی خدا بازگشت کند، فقط به خدا عجز و زاری کند که خدایا من در پیشگاه تو گناهگار هستم، خدایا گناهات من گذار. خدای بزرگوار و مهربان داریم. وقتی که شیطان بدبخت حضرت آدم علیه السلام در فتنه گرفتار کرد و با امر الهی از جنت بیرون شد، به سوی زمین آمد. قلنا اهبطوا منها جمیعا. شیطان میگوید بعد از آن که مهلت گرفت برای همیشه زنده بودنش تا روز قیامت، و پروردگار خود گفت که یا ربی، خدایا گفت برای خاطری بچه آدم من از رحمتت دور کردی، بر گردن من طوق لعنت بار کردی. لا ازال اغوی ابن آدم ما دام الروح فی جسدی. قسم به ذات تو گفت من همیشه بچه آدم حرکت میکنم، گمراه کنم، حرکت میکنم از راه تو دور کنم، حرکت میکنم از اسلام بیرون کنم، مادامی که روح در جسدش هست. ببینید تا لحظه آخر، تا لحظه که روح از بدن جدا می شود، تا همون لحظه خوف است عزیزان من. تا همون لحظه امکانیت دارد شیطان لعین ما را از ایمان جدا کند. پروردگار در جواب چه گفت؟ و عزتی و جلالی، قسم به عزت و جلالم ای ابلیس، لا افتح لا احجب باب التوبه، لا احجب باب التوبه عن عبادی ما لم یغرق. ای شیطان گفت، ای ابلیس، قسم به عزت و جلالم من در توبه را بروی بندگانم محکم نمی کنم تا وقتی که جان از خنجری گلوشان نپرد. تا وقتی خنجره آمدن، تا جان در گلو آمدن، تا همون وقت خدا گفت من بنده ها در توبه شان نمی بندم، در همون حالت هم توبه کنن من توبه اونها را قبول میکنم. رسول اکرم در حدیث فرمودند ان الله یقبل توبه العبد ما لم یغرق. خدا توبه بنده را قبول میکنه مادامی که جان در خنجری گلو نرسیده باشد. اما وقتی که جان در خنجری گلو که آمد، از گلو بیرون شدن گرفت، آن وقت دیگر توبه قبول نمی شود، زیرا که اون وقت ایمان یأس است. از این سبب چی باید کرد؟ باید بنده مومن هر لحظه، هر ساعت، هر روز از ترس آنکه مبادا مرگ به سراغ من بیاد توبه کند. نگوید که فردا پس فردا، زیرا که فردا پس فردا در رسیدن ما و شما گمان است. از این سبب باید توبه را به فردا نگذاشت. حضرت مولی هم میگه توبه را فردا گذاری، عمر فردا را کی دید؟ و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. هیچ کس نمیدانه که فردا به چی کار مشغول میشود، فردا آیا او حیات است یا وفات. هیچ کس اینو نمیداند غیر از پروردگار. بنابر رسول اکرم
صلی الله علیه و سلم امر کردند که توبوا الی الله واستغفروه، ای بندگان خدا همیشه توبه به سوی خدا کنه، از گناهاتون آمرزش گناه پرسه. فانی اتوب الی الله واستغفره کل یوم اکثر من 70 مره. من پیغمبر شما هستم، من معصوم از گناه هستم، با وجود این هر روز زیاده از 70 بار استغفر الله و اتوب الیه. خدایا من بازگشتی به سوی کردم، خدایا گناهایی رو میکنم، معنای استغفر الله و اتوب الیه. پروردگار درهای توبه رو بر روی بندگان کشادگی است. به حدیث صحیح است که ان الله یبسط یده بالنهار، ان الله یبسط یده بالنهار حتی یتوب العبد. یه حدیث رسول اکرم فرمودن پروردگار دستی رحمت یعنی دستی قبولی توبه به بندگانش دراز میکند روزانه تا اینکه بندگان بازگشتی به سوی او کنند. و شب که شد پروردگار درهای رحمت باز به روی بندگانش میکشد. و یبسط یده باللیل، شب دستی رحمت دراز میکند تا اینکه بندگان توبه کنند. یعنی هر روز و هر شب در توبه پروردگار به سوی بندگان کشاده است. این ادامه می‌یابد تا که حتی یغرغر بعضی روایات حتی ما تطلع الشمس من مغربها آمده است، تا وقتی که طلوع کردن آفتاب از جانب مغرب. بنابر وقتی که امروز در توبه کشاده است ما باید بازگشتی به خدا کنیم، ما باید از گناههای کردگی خود توبه کنیم، زیرا که گناه وقتی که پای در پای شد، گناه وقتی که پای در پای شدن گرفت دل ما و شما را سیاه میکند، دیگر آن دل زنگ زده میشود، او قبول نصیحت ندارد. حدیث ابن ماجه است، رسول اکرم گفتند ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطه سوداء في قلبه. وقتی که بنده مومن یک گناه کرد، یا دروغ گفت، یا کار غیر شرعی کرد، یا نماز نخواند، قضا کرد، در دل او یک نقطه سیاه پیدا می شود. دل بنده مومن شفاف است، نورانیت دارد، او یک نقطه سیاه پیدا می شود. فإن تاب و نزع و استغفر الله سقل منها. اگر بعد از توبه گناه کردن به خود آمد، پشیمان شد، توبه کرد، از پروردگار آمرزش گناه کرد، از صدق، رسول اکرم گفتند سقل منها، دل او را پروردگار از این نقطه سیاه گناه تازه میکند، باز همون شفافیش استادن بگیرد. اما اگر گناه هر روز کنیم چی؟ مانند من امروز جامعه باری هر روز گناه پای در پای شدن گیرد چی؟ حضرت گفتن فإن زادت. وقتی که هر روز گناه شدن گرفت، پای در پای نقطه های سیاه پیدا شدن میگیرن، آخر سیاهی پره دل ما را فرا میگیرد، این قلب فرا میگیرد. مانند که ابرهای سیاه چگونه آسمان با این تازگیش فرا میگیرند، تاریک میکنند، دل تاریک میکنند. وقتی که دل تاریک شد، حضرت بچه گفتن حتی یغلق من قلبه منها، حتی اینکه دل او از بسیاری گناه محکم میشود، چنان محکم میشود که دیگر هیچ نصیحت، هیچ سخن دیگر قبول نمیکنند. امروز به مشاهدان معلوم است آدمایی که بسیار در غفلت فرو رفتگی هستند، معصیت دلهای اونها را زنگ زده و سیاه کرده است. اگر در حضور اونها درباره
جنت و دوزخ سخن کنی ناراحت میشوند، حتی شنیدن نمیخواهند، حتی اینکه باور نمیکنند. اگر شنیدنم از این گوش میدرد، از این گوش برآمده میرود، خیلی متاثر نمیشوند، برای که او دل دیگر جای خالی ندارد، او دل زنگ زده است، دیگر قبول نمیکنند. امروز اکثری مسلمانای ما هم تو شدن معلاسا. رسول اکرم این گفتن همون ران و ذلك الران الذي قال الله في محكم كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. انا همون رانی که در سوره مطففین پروردگار میگوید انا همین گناه است که پرده تاریکی او دل فرا بگیرد و ران علی قلوبهم، بلکه فرا گرفت پیچانید دلهای اونها را، سیاهی آن عملهایی که خودشان کردن، ما کانوا یکسبون، همون کارهایی که کردن، همون بینمازی، همون بی‌حیایی، همون قرطبازی، همون قماربازی، اینها را دلاشان چنان سیاه کرد که دیگر هیچ حق قبول نمیکنند، دیگر خوف خدا در این دل نموند، دیگر باوری به قیامت در این دل باقی نموند. امروز پیش بچه‌هایی که در غفلت زده هستند اگر درباره خدا و رسول صحبت کنیم مسخره میکنند، برای که دل او دیگر جای ندارد که قبول کند اینا. اکنون دلهای زنگ زده را به چی باید جلانات کرد؟ رسول اکرم میگه این القلوب تصدع کما یصدع الحدید، دلها هم زنگ میزنند مانند که آهن زنگ میزند. اون آهن چقدر تازه باشدم در یک جای بیکار مونیم، آب رسیدن گرز زنگ میزند، سیاه میشود، آخر میخوردش شکافش میکند. دل انسان هم مانند همین است، گناه بسیار پی در پی دل تاریک میکنه، از ایمان خالی میکنه. شکاف کردن او به ایمان کردن است، از ایمان جدا کردن است. این اکو چی باید کرد؟ رسول اکرم پرسیدن چی کار کنیم که دلهای زنگ زدی ما از نو شفاف شود؟ حضرت گفتن روشن کردن دل و جلاؤها به تلاوت القرآن و ذکر الله، به ذکر خدا می شود، به تلاوت قرآن می شود. وقتی که بنده بازگشتی به خدا کرد، وقتی که بنده نمازاش خواندن گرفت، وقتی که بنده از کرده های خود پشیمان شده، در درونش یک تلاطمی درونی پیدا شد، آب دیده هاش آهسته آهسته پیدا شدن گرفت، این زنگ ها آهسته آهسته تازه شدن میگیرند، مانند یک نجده که شکیدن میگیره آخر زنگی زده گیره تازه میکند، آخر بر دل هم تازه میگردن. صحابه پیش حضرت عبدالله ابن مسعود آمد، گفت که یا صاحب رسول خدا، من گناهگار هستم، یک گناه از من صادر شده است، آیا درهای توبه گشاده هستند که من توبه کنم؟ حضرت عبدالله ابن مسعود به او التفات نکردند، نگاه جواب ندادند، نگاهش نکردند. امام غزالی در مکاشفه القلوبش میاره، بعد از چند لحظه گشتن نگاه کردن، این جوان دیدن آبی چشماش ریخته ایستاد، از چشماش پر از آب شده، قطره‌های اشک جاری شد ایستادند. حضرت عبدالله ابن مسعود گفتن ای بنده خدا، گفتن بدان پروردگار 8 در داره، گفتن 7 در او گاه ها کشاده می شود، گاه ها محکم، اما در توبه گفتن هرگز محکم نمی شود، در توبه کشاده است، گفتن توبه کن، ناامید نشو، خدا قبول میکنه. وقتی که در توبه کشاده است، وقتی که پروردگار بندگان خودش ناامید نمی کند، این لایق نام بندگی نیست که تقیه به این کرده به پروایانه گناه کنید.
این خجالت و شرمندگی است که گناه کنیم، توبه کنیم، باز فردا با گناه کنیم، باز پس فردا با گناه کنیم. این شرمندگی است. پروردگار در قرآن میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم. ما توبه را از همون بندگانم قبول میکنیم که از همون بندگان خدا میگه من توبه را قبول میکنم که اونها از روی نادانی و جاهلی گناه کردند. یعنی نمیدانستن که عرق گناه است، نمیدانستن که بینمازی گناهی کبیره است، بنابر همین نماز نخواندند. نمیدانستن که زنا حرام است، برای همین زنا کردند. اما وقتی که فهمیدن که زنا گناهی کبیره است، وقتی فهمیدن عرق گناهی کبیره است، وقتی فهمیدن قضا کردن نماز گناهی کبیره است، از این کارشان باز ایستادند، پشیمانی کردند. خدا میگه از اینها ما توبه قبول میکنیم. یعملون السوء بجهالت، معنای جهالت یعنی از روی نادانی نافهمی کردند. ثم یتوبون عن قریب، بعد از آن توبه کردند پیش از بیماری و پیش از آمدن مرگ. مفسرین کرام عن قریبین ای قبل المرض والموت، پیش از آمدن بیماری و پیش از آمدن مرگ، یعنی در حالت تنصحتی توبه کردند، پشیمانی کردند. ما اینها را خدا میگه توبهشان قبول میکنیم. انما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم. اینها کسانی هستند که خدا توبه را از اینها میپذیرد، قبول میکند. اما اگر رفت و داند که عرق حرام است، عرق قرآن حرام کرده است، قماربازی را قرآن حرام کرده است، زنا را قرآن حرام کرده است، نماز قضا کردن خدا حرام کرده است، با وجود دانستن بے پروایانه عرق نوشد، بے پروایانه زنا کند، بے پروایانه نماز قضا کند، چی؟ این خدا چی میگوید؟ در دوام میآید ولیست التوبة للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن. خدا میگه من توبه را قبول نمیکنم از آدمانی که بے پروایانه گناه میکنن، نترسیده گناه میکنن. وقتی که مرگ نزدیک شد، جان در هر خنجری گلوکی آمد، ملائکه های عذاب در پیش چشمش مشاهده دید، ثانی میگه خدایا من توبه کردم مانند فرعون بارین. از این خدا میگه ما این آدم توبهش قبول نمیکنیم. بنابر باید توبه را در صحتی، توبه را در جوانی، توبه را در خاطر جمعی کرد. رسول اکرم گفتن التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناه توبه میکنه او مانند شخصی است که هرگز گناه نکرده باشد. این چه توبه است؟ حضرت حسن بصری رحمت الله علیه را پرسیدند از توبه نصوح. سئل الامام الحسن البصری رضی الله تعالی عنه عن توبه النصوح. توبه نصوح چیست؟ حضرت چی گفتند؟ توبه نصوح هي الفزع بالقلب والاستغفار باللسان والترك بالجوارح والعزم على الا يعود. توبه نصوح 4 نشانه دارد. عزیزان من، جوانای عزیز گوش اندازید. یکمش الفزع بالقلب، بعد از گناه کردن یک واهمه، یک ترس پیدا شد. این یکم شرطی. دویمش والاستغفار باللسان، به زبانش استغفار کنه خدایا من از این کاری کردگیم هزاران توبه کردم، خدایا من طاقت عذاب چون ندارم، گناهی من نگذار. این دویم شرطش است. سوم شرطش والترک بالجوارح. دویم با سوم
شرطش همین است که همون کار دویم باره تکرار نکند. یعنی همون کار گناه را دویم باره دیگر نکند. و ترک بالجوارح، این همون اعضایی که برای مرتکب گناه شد، خواه قماربازی است، خواه دزدی است، خواه آدمکشی است، خواه زنا است، همون اعضاش دویم باره همون کار به استفاده نبرند. این چهارمش والعزم علی یعود، به خودش قصد کند قطعی به همین قرار باید که خدایا دیگر هرگز من این کار نمیکنم. یعنی این از توبه تو، این از توبه که خدا قبول میکند، این از توبه که کننده است بعد از این توبه مانند از مادر نو تولد شدگی برای این بیگناه میشود. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه میگوید یک غلام داشت، غلامش میگوید چی کمبودی کرد، غلام کمبودی کرد، حضرت فرمان دادن غلامش آوردن، ادب تو بگرفتن، خواستن که غلامش نزنن، ادب آموزن. میگه غلامش گفت که یا مولا، به حق آن خدایی که مولای من توست که ما باری هم در پیشگاه او گناه نکرده. حضرت عبدالله رو گفت، حضرت عبدالله آره گناهگار هستیم در پیشگاه او. گناهگار هستی، اما همون پروردگار تو رو مهلت داد، زود عذاب نکرد. به حق همون خدا گفت منم حضرت گفت مهلت ده، وقتی که این گپ گفت حضرت عبدالله ابن عمر آداب تو در زمین موندن و گذشتیم از گناه برام. در این بعد چند وقت باز گذشت، باز همون غلام کمبودی صادر کرد. عزیزان من توجه کنید کایره، باز گناه صادر کرد، دویم بار باز آوردن برای عذاب زجر کردن. باز غلام گفت، مولا گفت به حق همان خدایی که مولای من توست، با دویم با یگان بار دیگر تو گناه نکردی در پیشگاه او که او تو رو مهلت داد، عذاب نکرد. حضرت عبدالله آره گناهگار هستم، اما من عذاب نکرد است، مهلت داد. به حق همون خدا گفت این مرتبه من گناه مگذارد. باز حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه از آب خوش کردن، جوابش دادن انسان به کمبودی نمی شود. بعد چند وقت گذشت باز یک کمبودی صادر کرد همون غلام، باز آوردن پیش مولا برای سیاست کردن. حضرت عبدالله ابن عمر تازیانه رو گرفتن و به غلام دادن که اینو بیزن، اینو گفتن برای بی‌ادبی کردگی. اما این مرتبه غلام سرش خم بود، چیزی نگو، عذرخواهی نکرد. حضرت عبدالله ابن عمر گفتن آقای فلان گفتن برای که او گپ‌هایی که در بار اول و دوم تکرار کردی این مرتبه تکرار نمی‌کنی. برای چی؟ گفت یا مولا گفت من بسیار شرم دارم که از بسیار گناه کردن و توبه کردن. یک بار گناه کردم توبه کردم، باز توبه می شکستم و گناه کردم، باز توبه کردم. این مرتبه گفتن دیگه زبانم پیش نمیره به توبه کردن، شرم دارم. ببین از جنت وقتی که انسان در پیش انسان از بار بار کمبودی کردن خجالت میکشد، چگونه ما و شما هر روز گناه بکنیم و باز توبه میکنیم؟ آخر این گناه هم گاه صادر شدنش ممکن است. نخواهد که هر روز در یک روز 5 وقت نماز قضا کنیم، نخواهد که در عمر یک بارم نماز نخوانیم، این باز گناه باشد. این کفر هستیم. بنابر علامت توبه قبول همین 4 شرط باید داشته باشد. یکی
در دلش ترس پیدا شود، دیگر به زبانش آمرزش گناه طلب کند. سوم، دیگر با همون اعضاش همون گناه را نکند. چهارم، به دلش قصد کند که من دیگر این گناه را نمیکنم. المستغفر من الذنب و هو مصر علیه کالمستهزئ بربه. کسی گناه میکند، بعد گناه کردن استغفر الله العظیم میگوید و پگاه با گناه میکند خدایا توبه کردم، فردا شد با گناه میکند. این تو آدم مسخره باد است. این آدم گویا به پروردگار مسخره بازی میکند. امروز گناه میکند، با آدم پس با توبه، با پگاه شد با همون کار میکند. اینو مسخره بازی میکنن، اینو توبه نمیگویند. الاستغفار بلا اقلاع توبه الکذابین. آمرزشی گناه طلب کردن به باز ایستادن از گناه، این توبه دروغگوها هست. خدا دروغگو را توبهش قبول نمیکند. عزیزان من، بنابر تا امروز چقدر گناه داشته باشیم، اما وقتی که از صدق پشیمان شدیم، بازگشتی به خدا کردیم، خدا توبه را قبول میکنه، به شرطی که بعد از وی این کار صادر نشود. البته پروردگار همه گناه را میبخشد، همه گناه را، چی آدم کشی است، چی عرق نوشی است، چی بے نمازی است، چی کار نباشد، وقتی که بنده پشیمانی کند از صدق، خدا وی میبخشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. غیر از شرک خدا همه گناه را میبخشد برای کسی که خواهد. از این سبب باید بی‌پروایانه گناه نکنیم. کار کنیم اگر مبادا به اختیار از اختیار ما بیرون این گناه صادر شود، زود پشیمان شد، زود بازگشتی به خدا کرد، زود از اون کار توبه کرد. این از توبه که خدا او را قبول می‌کند. یک عزیز شخص پرسید که نشانه قبول توبه در پیشگاه خدا چیست؟ ما از کجا میدونیم که توبه ما را خدا قبول کرده؟ پرسیدن از یک عزیز. حضرت امام غزالی در کتابشون می‌برد و کشف القلوب ده میگه نشانه قبول توبه در پیشگاه خدا انیق برای ما معلوم نیست که خدا قبول کرد یا نه توبه را، اما علامت ها دارد. علامتش همین است که بنده بعد از توبه کردن دیگر همون گناه را نمی‌کند. یکم علامتش همین است. بعدی همون توبه کردن حالتش دیگرگون می شود، رغبتش به طاعت خدا بسیارتر می شود. این هم نشانه آن است که توبه او قبول است. و سیوم نشانه است این است که آب دیده در چشمهای او اکثر وقت پیدا می شود. همین سه نشانه در کسی باشد، او باید داند که انشاءالله خدا توبه او قبول کرده. اما توبه زبانی و دلش یگان گر تلاطم نداشته باشد، از گناههای پیشینش یگان گر شرم ندارد، بی پروایانه با تعریف کرده گناههای بچگیش گردد، این توبه نیست. عزیزان ان الله یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار و یبسط یده بالنهار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها. حدیث بیاد آمد پروردگار همیشه درهای رحمت، درهای قبول توبه کشاده می‌دارد روزانه. من از صبح تا شام پروردگار دست رحمت دراز میکنه. برای چی؟ برای که بندگانی که شب گناه کرده بودند مبادا پشیمان شوند و سحر بعد از نماز بامداد یا پیش از صبح توبه کنند، نماز بامداد مسجد رو من توبه شان قبول کنم. یا روز گناه کردن از روی نادانی، شب پیشون نماز عصر شام توبه کنن و مسجد روند، بازگشتی به خدا کنن، خدا میگه من توبه شان قبول کنم. ای تو خدای بزرگواری. انسان به گناه نمیشود عزیزان من. غیر از پیغمبرها دیگر همه مرتکب گناه هست. همه اولیاها هستند،
خواه قطب و ابدالن، خواه علما هستن، خواه ایشان ها هستن. فقط پیغمبران معصومی از گناه هست. اما رسول اکرم گفتن کل ابن آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون. همه گناه میکند، اما بهترین گناهکار همون گناه است که بعد از گناه کردن پشیمان میشه و توبه میکنه و بازگشتی به خدا میکنه. بهترین گناهکار این است. پروردگار همه ما شما را توفیق بندگی کیدو از گناهایی که از روی نادانی تا این وقت کرده بودیم، از روی پیروی نفس و شیطان تا این وقت مرتکب شده بودیم، پروردگار همه ما و شما را توفیق دید که از اونها باز استیم و بازگشت به سوی او کنیم و دیگر هرگز با توفیق او گرد معصیت و قصد معصیت او نکنیم. آمین یا رب العالمین. جمعه آینده یک صحبت در باب سوره حضرت یوسف عزیزان من با شما میکنم. یک برادر از ما خواهش کرده است که همون کرده که قرآن درباره حضرت یوسف سخن میگوید، این یکی کرده بود که برادرای یوسف او را خون آلود کردن آوردن در وقتی در چاه پرداختن، و یکی کرده بود که زلیخا وقتی که یوسف را از کفاش سر کرد، یوسف گرفت و کرده را در راند. یکی کرده بود که حضرت یوسف بعد از پادشاه شدن به کنعان روان کرد و با بو کشیدن او چشمان یعقوب روشن شد. همین سه کرده دربارش به ما یک صحبت کنید خواهش کرده. و این یک دویم خواهش و برادر از ما این است که گریه کردن حضرت یعقوب که سبب کور شدن چشماش شد برای خاطر یوسف بود یا برای ترس خدا بود، همینم برای ما جواب شو گوید. انشاءالله این صحبت من مفصلتر در جمعه آینده خدا با شما بیان میکنم. بعد از آن باز 20 دقیقه یا 15 دقیقه وقت جدا میکنم برای سوالهای شما را جواب دادن تا اینکه مسئولیت خود مسبوق‌تر کنم. خب جواب این سوالها را استاد نهایت عزیز به صبرانه انتظارم و در حیات من شما دویمین کسی هستید که حقیقت اسلام را به مردم میرسانید و در حق من دعای خیر کنید. السلام علیکم و رحمت الله. آیا کسانی که قمارخانه دارند لاتا و از آن پول صدقه، حج و تأمین عائله‌شان میکنند لیکن نمازها را ترک نمیکنند، حکمش چیست؟ این کسانی که قمارخانه دارند، خواه بریلیارتخانه، خواه لاتاست، خواه مثلا دیگر بازایی که امروز برآمده است به پول، از همون پول درآمد دارند، از همون پول حج میروند، از همون پول مسجد میکنند، از همون پول خدایی میکنند، از همون پول عائله‌شان تأمین میکنند. همین پول حرام است یا حلال؟ عزیزان من این پول حرام است، زیرا که هر نوع بازی قمار حساب است. هر بازی که بازی کننده یا از وی فایده میبرد درآمد میکند یا بای میتیت این برد و باخت داشته باشد، این بازی در اسلام قمار است. قمار حرام است. پولی که از قمار به دست میبیاد او هم حرام است. نبا ما عام کرده میگه خواه بریلیارد است، خواه بلیت است. اگر کلام اهل علم باشه کتاب الحلال و الحرام یوسف قرضاوی رو مراجعه کنه در باب قمار همه اینها رو بیان کرده. بنابر خواهش میکنم که از این پولهای حرام عائله هاتان تأمین نکنید، خورد و خوراک اونها را، زیرا که اونها حرام میخورند. کودکی که از خورسالی و حرامخور شد از وی دیگر بوی امید نیست. عزیزان من خیال نکنه که این بلیت فروشی ها، بلیت لتریا یا این بلیاردخانه ها ما پول میابیم پولی وی مسجد میکنیم، والله خدا اینو قبول نمیکند. پروردگار انما یتقبل الله من المتقین
خدا تقوا داشتگی آدمها را خیرشان قبول بکند. ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. خدا پاکیزه است، از بندگانش فقط حلال قبول میکند. نکنید این کارا را، حرام است این. من نمیدونم این لاسا شکل بازی است، لیکن هر نوع بازی که باز تاکید میکنم برای بازی کننده یا فایده بیارد یا ضرر، این قمار است، حرام است. پولی وای برای خودی صاحب قمارخانه و برای کسی که این پول میبرد بازم حرام است. بنابر پروردگار قمار در قرآن برابر عرق ذکر کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما الخمر والمیسر. میسر این قمار است با همه نوعش، حتی تخمبازی. تخمبازی میکنه، تخم آدم ها رو ببره، همون تخم حرام است والله. بعض آدم ها رو کسان همین است، تخم زور میگیرن، تخم دیگر ها رو برده خانه بخورد. همه گوشت خوک حلال است. خود نماز میخوانه، البته وای برای نماز میخواندگیش در پیشگاه خدا ثواب میگیرد. زیرا که قرآن خدا میگه و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. کاری خیر کن اندکم باشه ثوابش در پیشگاه خدا مییابی، اما گناه اندکم باشه برای فردا جوابش میدی. آیا پیغمبر خدا برای قضا کردن این نماز اجازت داده بود یا نه؟ نماز قضایی دارد یا نه؟ عزیزان من، نماز به عوض قضا کردنش گناه کبیره است. پیغمبر اسلام در دو حالت نماز قضاییش در حدیث ها امر کردن. یکی حضرت گفتن من نام این خوابش بود کسی سفیده مید، کسی مثلا وقتی نماز گذاشتن، یعنی این آدم یا فراموش کرد به یک کار مشغول شد، چگونه رسول اکرم در غزوه احزاب به جنگ مشغول شدن، 5 وقت نماز نتوانستن خواند در وقتی. همین صورت در وقتی که وقتی خانگی یا فلیصلیها اذا ذکرها، رسول اکرم گفتن نماز خانه همون وقتی که بیاد رسید. یعنی نماز در دو حالت قضایی دارد، یا خواب بود برد کسی که نماز پیشین قضا شده، یا که مثلا به یک کار مشغول شدی که نماز از خاطرت برآمد، بعدی که به هوش آمدی دیدی که وقت گذشته، هم تو وقت در حال طهارت میکنی و نماز میخوانی. این است حدیث رسول اکرم امر کردن. در حدیث دیگه فکفارته ان یصلیها اذا ذکرها ممرض، این وقتی که خوابش بود یا که به یگان کار مشغول شد نماز از خاطرش برآمد، به یادش رسیدن برابر کفارتش همین است که در حال طهارت کنه و خواند. این قضا میگن. اما اگر رفت پیشین آواز اذان شنیدی به کدمانه در دست به کار مشغول شوی و مسجد نبیایی، پیشین قضا شود. یا در بیخ تلویزیون ششتی آواز اذان شام و عصر شنی و تل سریال از بین میرود، گفته شام نخوانی، این قضا ندارد، این کافر بشود. این قصدن ترک نماز حساب است. عزیزان من ترک الصلاة متعمدا فقد بریء منه ذمة الله. کسی یک نماز قصدن ترک کنه و از عهد بندگی بیرون میشود. بنابر نماز در همه دو حالت قضا دارد. امامی که قرآن را با تجوید خواندن نمیتواند امامتی کردنش درست است یا نه؟ البته اقتدای عوام به عوام درست است برادر عزیز. البته ما امروز اکثر قشلاق‌ها محله‌ها مثلا اهل علم ندارند که اونها قرآن از روی تجوید خوانند. حتی محل اساس امروز اکثر اهلای علم ما، یعنی ملا بچه‌های ما قرآن به تجوید خوانده نمیتونند. لیکن با وجود همین یک تش امام شود دیگرش از صفا اقتدا کند میشود نمازشان، به شرط آن قدر خطای فحش نشود که سبب تغییر معنا شود نماز درست میشود. خطای اعرابی از امام صادر شود در قرآن نماز فاسد نمیکند. فتوا به همین قول است. بنابر به هر حال امام عوام هم که باشد قومای از خواهش میکنم از خفاش نماز کنه، جماعت ترک نکنه در مسجد ها. امروزها قبر پرستی زیاد شده است و هر جا مقبره ها بالای قبرها بسیار شدند. این کارها درست است یا نه؟ درست نیست. در اسلام بالای قبر در مقبره کردن این
مخالف قانون اسلام است، جایز نیستیم. رسول اکرم وقتی که مکه را فتح کردن اولین سفارشی که حضرت علی را دادن همین بود که لا تدع قبرا مشرفا الا سویته. اگر رسول اکرم امروز باشه، حضرت علی امروز باشه، همه این مزارایی که بالاشان خانه های فتان کردن بخواب یک سالشان میکنن. قبر داخلش یا عذاب است یا جنت یا راحت. بالای وی اگر تلاکاری کنی داخلش عذاب باشد فایده ندارد. امروز از روی جاهلیت، از روی عوامی و نادانی مسلمان های ما رو به زینت دادن قبرستان ها آوردند. این از اسلام نیست. رسول اکرم گفت القبر اما روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النار. قبر یا باغی از باغ جنت است یا شقری از شقریای دوزخ است. در مختصر اکثر طالبان ها خواندند و کره الاجر والخشب. بالای قبر به گشت خام پخته یا به چوب محکم کردن مکروه است، برای که وی نشانی آتش است. آخر بالای قبر وقتی که این قدر گشت پخته آهنکاری و گلکاری میکنه مگر با وی کراهت نداره. اصلا ضرورت است دندان طلا گذاشتن برای خاطر ضرورت. حضرت امام محمد علیه رضی الله تعالی عنه را قول شد که در حال صحابای رسول اکرم کردین چند نفرش اجازت دادن که اینه و بهی ناخذو باقی ندارد کردن دندان از طلا در حالت ضرورت. یعنی ضرورت همین است که اگر دیگر متاع کنی بوی میگیرد، آهن کنی ویران میشود، از این سبب طلا این بو نمیکند. فقها هم در مختار هم هست، در دیگر فتوا هم است که حالت ضرورت به استفاده طلا باقی ندارد. صحابه رسول اکرم به نام عرفجه بود، در یکی از غزوه‌ها بینیش شمشیر دشمنای خدا کلته کردند. حضرت بینیش نظر از آهن حالت کرد، اما بعد از چند وقت ویران شد، گوش بو گرفت، پوشید. پیش رسول اکرم رفت، از رسول اکرم پرسیدن، حضرت گفتن اگر طلا به شرطی ویران نمی کرده باشد طلا کن باقی نداردی. بنابر همین حدیث عرفجه را گرفته اکثر فقهای ما این گذاشتن دندان طلا را برای ضرورت باز ترکیب میکنم اجازه داده. اما به ضرورت برای زینت نه. دندان خوشرو باشه اره کنی بیناش و بستانی دندان بالا شیخ کنی، این درست نیست. این از جنابت پاک نمیشود. صاحب کتاب این برادرای عزیزی که مکتوبها را برای ما ارسال کردند و سببی هم علم حاصل کردن اونها و هم بهره گرفتن شماها گشت، پروردگار اونها ثواب تعلیم علمی را نصیب گرداند و برای شما عاشقان محمدی ثواب سامعی را شنوندگی را نصیب گرداند. پروردگار به حرمت این لحظه های اجابت دعا بیمارای ما را شفای کامل عنایت فرما و به فرزندان ما را فرزند صالح نصیب و روزی گردان و مسافران خدایا در کجایی که نباشند در پناه اسمت خود نگه دار و سلامت به خاندانشان باز گردان. پروردگار به فرزندان خصوصا به فرزندان مدرسه محمدی را فرزند صالح نصیب و روزی گردان. پروردگار فقیری و تنگدستی را از این جامعه ما دور گردان و این صلح و صلاح و آرامی را خدایا در این جامعه ما همیشگی گردان و آفت و بلاها و این ناتنجی ها را خدایا از این جمهوری عزیز ما و از تمام عالم اسلامی دور گردان. پروردگار رئیس جمهوری که برای آبادی و برای تنجی و برای آسایشتگی و برای پیشرفت اقتصاد و ترقیات و برای آزادی دینی ما کفیل هستند، خدایا عمر دراز و تنی صحت و توام با توفیق بندگی نصیب گردان. آمین یا رب العالمین.